آیا حقیقت‌های زندگی خودت رو میشناسی؟ آیا خبری از دنیای حقایق در زندگی داری؟ آیا میدونی که حقیقت‌ها چه نقشی در زندگی من و تو میتونن بازی بکنن؟ در این ویدیو با بررسی نظر جان میلتون از نگاه پروفسور دانش به حقایق زندگیمون یک نگاه جدیدی میندازیم و بعد از اون تلاش میکنیم با دنیای حقایق آشنا بشیم و چند حقیقت متناقض زندگی خودمون رو با هم بررسی بکنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. حقیقت یکی از زیباترین پدیده‌های عالم هستی است با یک ویژگی‌های منحصر به فرد. همه کسانی که با حقیقت سر و کار دارن و حقیقت رو مبنای زندگی خودشون گذاشتن واقعا انسان‌های سعادتمندی هستند. میگن انسان‌های با حقیقت. انسان‌های با حقیقت همیشه در طی تاریخ ستوده شدند. در این رابطه آقای جان میلتون که یک متفکر انگلیسی هست و متولد 1608 میلادی و متوفای 1674 میلادی هم هست، ایشون یک جمله‌ای داره که جمله خیلی جالبی هست. میگه حقیقت نیز همچون نور آفتاب با هیچ تماس بیرونی آلوده نمی شود. خاصیت حقیقت اینه که دامن او به هیچ عنوان به هیچ آلاینده‌ای آلوده نمیشه و ذات و ماهیت و خاصیت حقیقت اینه که همیشه شفاف میمونه. مثالی که من برای دوستان میزنم، میگم شما یک قطعه طلای 24 عیار، یک شمش طلای 24 عیار رو بیارید، اینو بندازید داخل زباله‌دونی، بعد در بیارید بندازید داخل جوی خیابان، بندازید داخل گل و لگدمالش کنید. اما وقتی که در میارید و یه آبی بهش میپاشید، دو مرتبه مثل روز اولشه. چرا؟ چون یه حقیقته و حقیقت هم مثل طلا میمونه. بنابراین کسانی که به حقیقت دسترسی پیدا کردن در واقع به گنجی از طلا دسترسی پیدا کردن و این حقیقت در طی تاریخ با همه نوسانات و با همه تغییرات و با همه تحریف ها هیچ وقت ماهیتش دچار تغییر نخواهد شد. قابلیتش به قول آقای میلتون مثل نور آفتابه که هیچ چیزی نمیتونه اون رو لکه‌دار بکنه و از این جهت حقیقت واقعا پدیده شگفت انگیزی است. یکی از صنعت‌های بزرگ سرگرمی دنیا تولید بازی هست. تولید کننده های این عرصه ایده های خودشون رو از جاهای مختلفی به دست میارن. برخی از تولید کننده های بازی های موفق ادعا میکنن که ما بازی های خودمون رو از زندگی افراد و از دنیای واقعی افراد الهام گرفتیم و تولید کردیم. یکی از اونها میگه دنیای حقیقت قریبتر از افسانه ها و داستان هاست. برای همین هست که همه افراد دوست دارند دنیای حقیقت رو کشف کنند. در بازی هایی که ایجاد شده، یکی از اون بازی ها بازی جرأت یا حقیقته یا بازی جرأت حقیقت. یک بازی که بسیار بسیار پرطرفداره و همه افراد دوست دارند که در مورد حقیقت های زندگی افراد بدونن. اینجا میخوام وارد دنیای حقیقت بشیم و حقیقت‌های متناقض زندگی خودمون رو با هم بررسی بکنیم. اولین مورد، هرچی بیشتر سعی کنی که افراد رو تحت تاثیر قرار بدی، توی این کار کمتر موفق میشی و افراد کمتری تحت تاثیر قرار میگیرن. توی زندگی گاهی از مواقع پیش میاد هرچی بیشتر تلاش میکنی، دست و پا میزنی که افراد رو مجذوب خودت بکنی، این کار محقق نمیشه. پس سعی کن بدون زحمت و با جلوه دادن آرامش وجود خودت دیگران رو جذب کنی. دومین حقیقت متناقض این هست که میگه دلیلی که به خاطرش از یک نفر متنفری حتما اون چیزی هست که توی وجود خودته و از اون اجتناب میکنی. به قول ایو ایوانسون، عیب‌هایی که توی بقیه میبینی در واقع بازتابی از عیوب خودته.
برای کنار اومدن با این موضوع باید منیت‌های خودت رو، خودخواهی‌های خودت رو کنار بگذاری و فروتن باشی. سومین حقیقت متناقض در زندگی ما این هست: به خاطر شکست پیروز میشی. هرچی بیشتر شکست بخوری، بیشتر یاد میگیری و در نتیجه بیشتر موفق میشی. چهارمین حقیقت متناقض این نکته هست: اون چیزی که تو رو بیشتر از هر چیزی میترسونه، بزرگترین شانست برای زندگی بهتره. هر زمانی که منطقه امن خودت رو رها بکنی و به موقعیت‌های جدید قدم بگذاری، قطعاً شانس‌های جدیدی توی زندگیت معرفی میشه و فرصت‌هایی برای موفقیت در زندگیت ایجاد میشه. پنجمین حقیقت متناقض زندگی: هرچی بیشتر یه چیزی رو داشته باشی، کمتر اونو میخوای. بعضی از مواقع خیلی از نعمت‌ها و فرصت‌ها و موقعیت‌ها و استعدادها در کنار ما هست، اما به اونها دقت نمی‌کنیم، دنبال چیزهای دیگه می‌گردیم. مثلا بعضی از افراد به خاطر یک دونه ماشین یا به خاطر یک دونه ساعت حاضرن هزینه‌های گزافی بکنن. علت این قضیه چی هست؟ جوابش یک کلمه است: کمبودی که در وجودشون احساس میکنن. هر موقع یه چیزی دست نیافتنی تر باشه، مغزمون میگه پس این بهتره. ششمین حقیقت متناقض زندگی: انتخاب‌های بیشتر به معنای رضایت کمتره. هرچی جایگزین‌های بیشتری داشته باشی، کمتر از انتخابات راضی هستی. هفتمین حقیقت متناقض: اونها ثابت توی زندگی تغییره. اینجا 2 تا درس میگیریم. یکی این که از موقعیت‌های خوبت تا زمانی که هست لذت ببر. دومی که موقعیت‌های بد هیچ موقع موندگار نیستن و همه اونها هم تغییر پیدا میکنن. هشتمین حقیقت متناقض زندگی ما این هست: مشکلات شما رو خوشحال میکنه. البته چیزی که شما رو خوشحال میکنه خود مشکلات نیستن، حل کردن اونهاست که میتونه ما رو خوشحال بکنه. اگر مشکلات تو زندگی های ما نباشه، زندگی هامون کسل کننده است. هر موقعی که توی زندگیت اتفاقی افتاد و مشکلی ایجاد شد، اون رو اینجوری ببین و اون رو به عنوان یک فرصتی برای شاد بودن تعبیر کن. Dinesh Media Update Idea.